به نام خداوند مهربان، برادران و خواهران گرامی، هموطنان عزیز ارجمند، به برنامه خودتون، برنامه بازچگپ خوش آمدید. امیدوارم که صحت و سلامت هستید در این روزهای کرونا و در این روزهای گرم. خداوند شما را نگهبان باشد، یار و مددگارتان باشد و به درد و به غم باشید و شامتان بخیر دوستان و هموطنان ارجمند. من محمد جان فیض رحمانوف هستم، همراه برادر و همکارم برادر بابا جان قیومزاد. انشاءالله امروز در موردی دو سه موضوع مهم صحبت خواهیم کرد. یکی از همین موضوع ها موضوع پنجمین سالگرد پنجمین سالگرد جشن زادروزی برادر بزرگمهر یاروف است که در داخل زندان به قید میگیرد. این است و انشاءالله در باره بزرگمهر یاروف صحبت خواهیم کرد و امیدواریم که اکی برادر جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف همراه ما وارد شوند و از اون میپرسیم. و انشاءالله در مورد مریضی داملا اسماعیل، یکی از نفرانی که با اتهام اخوانی بازداشت شدن اون می باشد و در عموم درباره اخوانی ها و مشکلات کرونا و غیره صحبت خواهیم کرد. برادر بابا جان قیوموف با ما هستند. حالا خوش آمدید برادر بابا جان قیوموف. کمتر ویدیوتون پایینتر بکنید تا اینکه شروع واضح شه. بله برادر بابا جان قیوموف، حالا اکی بزرگمهر یاروف یعنی جشن پنجمین سالگرد زادروزش را در داخل زندان جشن میگیرد. یعنی 5 سال است که برادر بابا جان مثل که آوازات بسیار چی هستن. او برادر بله بزرگمهر یاروف، بله برادر بابا جان قیوموف، برادران گرامی، بزرگمهر یاروف یکی از ادوکات های مشهوری تاجیکستان هست که در سال 2015 بازداشت و با اتهامات ساخته به 28 سال زندان یعنی زندان شد. بزرگمهر یاروف از نادر ادوکات های بود که آماده شد که پرونده 13 نهضتی اعضای ریاست عالی حزب نهضت تاجیکستان را بر دوش بگیرد و از اونها حمایت کند. این باعث شد که حکومت خیلی ناراضی بود و ناراضی شد و او را به 23 سال زندان روانه زندان کردند و بعد در همون وقت محاکمه یک سرود را خواند، گفت که در همون محاکمه گفت که با این دو سه نادان که یعنی خطاب به همون قاضی کرد و گفت با این دو سه نادان که چنان میدانند از جهل که دانای جهان شدند، یعنی با این دو سه نادان که چنان میدانند از جهل دانای جهان شدند، خر باش که این جامعه از فرط خری، هر کی نخر است کافرش میخوانند. این وقتی این ربایی را خواند، این را همچون یک تحقیر به همون مقامات رسمی تاجیکستان کردن و 3 سالگه اضافهش کردن. و بعد این همچنین بزرگمهر رو هم با تحقیر یک پرونده دیگه باز کردن که اون تحقیر به پرزیدنت است. همین که اکی بزرگمهر به همین نظر بود که ادوکات از پرزیدنت بالاتر است و اینم در همون صحبت چند گفت که این وقتی که بحث در همون قضیه بازار اینامی ناحیه شبتوز با دادر عروس پرزیدنت شد و این رو همونجا گفته بود که یعنی ادوکات بالاتر از پرزیدنت می باشد گفته و اینم تحقیر به پرزیدنت 3 سال اضافه کردن و همین خیلی 28 سال زندان، حالا 28 سال زندان محکوم شد. اول 23 سال و بعد 3 سال باز 3 سال
همگی وقتی جمع کردن اون شد 28 سال زندان. حالا برادر بابا جان قیوموف، شما که سخنگوی حزب نهضت هستید و یکی از مقامات ارشدی حزب نهضت هستید، سوال من این است که چرا و یعنی دیگر ادوکات ها پرونده نهضتی های بازداشت شده را نگرفت، محض همین بزرگمهر یاروف آماده شد که پرونده اونها را به دوش بگیرد و از اونها در محکمه ها، در سودها، از اونها حمایت کنند. البته این رو باید از اول قبل از همه سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و شما دوست عزیزم، ولی این رو باید از خود بزرگمهر پرسید محمود جان که چرا چنین کارو کرد واقعا و انگیزش چی بود. ولی اون چیزی که مشخص است و در دوام این مدت ما دیدیم و حتی در زندان هم ما از بزرگمهر دیدیم، واقعا بزرگمهر به خاطر اون آزادی خواهی، اون روحیه آزاداندیشی و آزاد فکری و آزادی خواهی که داشت دست به این کار زده است و چگونه که ما دیدیم حتی که از او طلب کردن، از او خواهش کردن که دست از حمایت اونها بردارد و خودش رو کنار بکشد و برود که هیچ کس با او کار ندارد، ولی او چنین نکرد. حتی در زندان هم وقتی از او طلب کردن که بیاید طلب بخشش کند از رحمانوف، از پیشوای خودخوانده و طلب بخشش کند و نجات یابد، باز هم او چنین کاری را نکرد و نشان داد که دارای یک روح بزرگ و یک انسان است که واقعا ذلت نمیپذیرد، انسان است که خوری را نمیپذیرد، انسانی است که برای ظالم در نزد ظالم سر فرود نمی آورد و نشان داد که او از نسل واسع و سربداران و از نسل دیگر بزرگان است که واقعا هم برای ملت تاجیک زحمت کشیدند و تلاش کردند و من فکر میکنم که این واقعا انگیزه مناسب و کامل است برای یک انسان آزادی خواه و آزاداندیش که دست به چنین کاری بزند. و در واقع من فکر میکنم محمود جان بزرگمهر رسالت خودش انجام داد. او همچون یک انسان آزاداندیش، همچون یک انسانی به اصطلاح آزاد فکر، یک انسان قدرتمند که ذلت را نمیپذیرد و مردم به جامعه، به حکومت، به مقامداران، به منصبداران پیام خودش داد و حالا نوبتی مردم است، نوبتی ما است، نوبتی مبارزین است که برای او چیکار میکنند و پیام او را چگونه قبول میکنند و دیگران باید حالا با بزرگمهر اینجا پیمان ببندند. با دیگران هستند که باید با بزرگمهر هم پیمان شوند، هم صدا شوند و به ظلم نبگویند. و ما دیدیم که بزرگمهر با نگفتن به ظلم و نپذیرفتن ذلت واقعا به یک قهرمان تبدیل شده است و امروز تمام مردم خواه نخواه او از هر گروه طایفه باشد امروز درک میکند که و میفهمد و قبول میکند که بزرگمهر یک قهرمان است و این واقعیت است که ما امروز میبینیم و انگیزه بزرگمهر هم واقعا من فکر میکنم برای یک انسانی صاحب کرامت انگیزه بالاتر از این نیست و کرامت بزرگمهر و شهامت بزرگمهر و او این جسارت را داد که در مقابل ظلم بایستد و از زندانیان مظلومی که واقعا هم او به این باور داشت که بناحق زندانی شده بودند حمایت کرد و توانست اون رسالت حقوق شناسی خودش، اون رسالت حمایتگر بدن خودش به سطح عالی انجام بدهد و اون را قربانی منافع زودگذر یا اینکه قربانی حتی آزادی خودش نکرد. ولی شما ببینید برادر بابا جان میگید که اون قهرمان است، ولی اون بزرگمهر یاروف دارد زحمت عذاب میکشه در زندان و همچنین خانواده اش هم اذیت میکشن از این. همین خیلی نیست؟ درست است که قهرمان است ولی دوران پرداخت میکنن برای این کارشون. ببینید محمود جان، یگان هیچ کاره بدونی چی میگن هزینه نیست، هیچ کاره بدون هزینه نیست. بزرگمهر آگاهانه این را انتخاب کرد
و میدونست که چنین این مسئله به چنین شکل پیش می رود و او آگاه بود از این. به همین خاطر ما بزرگمهر امروز اگر عذاب میکشد او میتونست که در به خاطر نجات از اون عذاب ها، از اون شکنجه ها، از اون ظلم ها یک بخشش بپرسد از پیشوای خودخوانده و جانش رو خلاص کند. ولی رسالت بزرگمهر، اندیشه بزرگمهر به چنین چیزها نیست، چنین محدود نیست به یک چیزهای واهی. او واقعا دورتر می اندیشد، او واقعا بزرگتر می اندیشد و او کرامتی که دارد اون همه اینها رو میپذیرد. حالا چی پدر و مادر شما عذاب ندارد؟ کی است در تاجیکستان که عذاب نداشته باشد؟ کی است که شکنجه نشود؟ در آنهایی که امروز به اصطلاح به خاطر دیگر حتی با تهمت به زندان میروند مگر شکنجه نمیشوند؟ یا اونهایی که امروز بدون یگان مشکل، امروز شما ببینید حتی اون مردمی که در بازارها سودا میکنن، تجارت میکنن، اونها تحقیر نمیشوند؟ تحقیری که اونها میشوند، تحقیری که حتی همین کارمندان امنیت یا کارمندان میلیسا و کارمندان دیگرش که ویدیوهاش چند پیش رسانه‌ای شد، شما شاهد نبودید که چگونه بود؟ اونها چگونه به اصطلاح تحقیر میشدند از طرف منصبداران بالایی و از طرف کارفرما و نمیدونن همون رتبه داران بالاترشون. آیا همه اینها رو شاهد نیستیم؟ آیا بزرگمهر به اندازه اونها تحقیر شده است؟ هرگز نه. بزرگمهر کرامت انسانیش بالاتر از این است و من مطمئنم به شما با قاطعیت میگویم که کسی جرأت نمیکند به بزرگمهر چنین تحقیر و دشنام و یا چنین حقارت و شکنجه رو روا بیند، اونه که به یک میلیسای زیر دستش، یک میلیسای بالاتر انجام میدهد. ولی بزرگمهر این رو نمیپذیرد، چون بزرگمهر واقعا این رو درک میکند و میخواهد حتی همین میلیسایی که امروز شاید در مقابل بزرگمهر برود یک جنایت های با دستور و با فرمان صادر کند، بزرگمهر حتی میخواهد همون میلیسا از این جنایت ها، از این تحقیرها، از این فشارها نجات بیابد و این است رسالت بزرگمهر و فکر بزرگمهر. ولی متاسفانه مردم ما هستند که این واقعیت ها رو با آسانی درک نمیکنند. سلامت باشید. حالا شما گفتید که همین درباره کرامت انسانی پیام‌های چند روز پیش که زادروزش بود برادر بزرگمهر یاروف رو تبریک کرد و گفت که یکی از شاگردان ایدئالی من هستم، من از او فخر میکنم. اپای حال بابا نظر و یکی از عقدانای مشهوری تاجیکستان. برادر بابا جان قیموف، ما و شما 2016-15 رو در ترکیه بودیم و وضعیت داخلی تاجیکستان رو درک میکردیم، ولی اونهایی که در داخلی تاجیکستان بودن میگویند واقعا وضعیت خیلی بدتر از آن بود که تصور میشود. مثلا کیا را میگویند که همین بازداشتی بزرگمهر یاروف و زندانی شدنش حکایت از چی میکند؟ از وضعیتی بیرحمی و وحشیگرانه حکومت، یعنی که حکومت در اون وقتا ساخته بود علیه نهضت، از اون حکایت میکند. یعنی نشان میدهد که اون آدمای اون فضا چخیل است. یعنی شما بزرگمهر رو پیام بزرگمهر همین بود که شما اصلا به این کاردار نشوید، به این پرونده. اینها کسایی هستند که یک مثلا از خائنان ملت که در یک مثال خیلی جنایت های وزن کردن به همون مثل همونها هستند و شما باید نزدیک نشوید. ولی اون همین جسارت رو داشت، ولی واقعا دلالت از این میکند که فضا رو این شکست، همون فضای ترس و وهم رو خاص بگوید که در ملت تاجیک کسی هست که ضد این مظلومان، مثلا علیه از این مظلومان حمایت میکند. همین خیلی نیست؟ بله واقعا هم گفتم که رسالت خود شود که این واقعا رسالت یک حقوق شناس، یک حامی حقوق است. او رسالتش انجام داد و این کار رو کرد و به خوبی هم انجام داد. بله واقعا هم همین خیلی شد. و یک چیز دیگر میگویند که همین بزرگمهر یاروف وقتی که زندانی شد و آماده همه ریسک رو شید، همه ریسک رو حالا جمشید یاروف هم وارد شدن. برادر جمشید جان یاروف، برادری بزرگمهر یاروف، خوش آمدید برادر جمشید جان. السلام علیکم دوستان، چطور شما؟ شکر الله. ساز اینتینجیم، شما ساز اینتینجیم 100% فویز. هم یک دستمون غم میکرد نمیدونیم در جمعه نمیشه تمام
دیگه همه خوب. خداوند شفای کامل بده برادر جمشید جان. من میخواستم پیش از همه من اول صحبت شما رو گوش کردم، میخواستم پیش از همه با خود شما با تمام همون رفیقای ما دوستانی ما کسی که ما میشناسیم کسی که ما نمیشناسیم همین در فضای مجازی میشناسیم شما برای اون که دیروز 50 سالگی بزرگمهر یاروف رو تبریک کردم، از نام بزرگمهر یاروف تبریکشون میکنم، رحمت میگم شما. ما با خواهش کردیم که در صحبت نوبتی که بزرگمهر به طریق تلفن میکند گپ زنیم که همینقدر تبریکات شدگی هست، خیلی رادیو آزادی را میفهمد لیکن دیگر رسانه رو امکانیت نداره و وقتی که تبریکاتی خودش که ارسال کرد همه با شما به طریق همون ثبتی انشاءالله میرسونیم که از آواز خودشان شما فهمید که بزرگمهر چی شما میگوید. سلامت باشید. انشاءالله. برادر جمشید جان همین یک چیز است، آیا واقعا شما باور دارید که همین اتهاماتی که ساختگی هستند در کجا مثلا همین اینا تا چی حد غیر قانونی و قانونشکنی در همین مسئله بزرگمهر یاروف صورت گرفته است؟ قانونشکنی از اول از همون لحظه بازداشت کردنش صورت گرفتگی بود تا حاضر هم دوام دارد. یکمش که همین خودی مقامات اینجا سخن بنهایت بسیار درباره اینو گپ زدن، برای که ببینید 3 مرافع سودی میشود زیاده از 7-8 دعوای جنایت است گویا. اما عادی ترینشه که ما میگیریم مثل قلابی همین از چی نشون میده؟ بزرگمهر هم در یک سخنرانیش گپ بزند و در همه دست ما ثبت صداش هست وقتی که میگوید به همون سودجه و با پروکورورها میفهماند که شما میگید قانونهای خودتون میدونید، نه که شما میگید قانون ادوکاتورا رو نمیدونید، تصورات نداره میگه درباره قانون ادوکاتورا و وابسته از فعالیت من شما من خلاف حساب کرده برآورد شده. گویا که من مبلغ گرفته از کسی کاری وای بود نکردم، عموما گویا یگان کار نکردم. حالا که اون مناسبت هایی که بزرگمهر یا که دلخواه ادوکات حاضر در تاجیکستان نه فقط یک بزرگمهر با همین جرم از قبیل همین ادوکات‌ها با همین جرم قلابی زندانی میشود، برای چی حاضر ادوکات‌های ما خاموشند در دلخواه پرونده خاموشی رو پیشه بکنم، برای که بالای وایبات همین تیغی پرونده 247 ماده 247 قلابی در گردنشون هست. علاقه سیستم همین بانام در ناخونه عدلیه تاجیکستان نسبت تمام ادوکات‌های تاجیکستان انمی رو یاد گرفته است استفاده بردن و برای آنها یافتن همون میزاجی که ناریضا هست از خدمت رسانی ادوکاتش یا اینکه با راه فری با راه یگان تهدید میتوانند که وادارش کنند که نسبت ادوکات خود عریضه نویسد و همین خیلی هم آدم‌ها را یافتن و نوشتن که ما از کردار بزرگمهر راضی نیستیم چون که مبلغ ما را گرفت نه که یگان کارو نکرد. در اصل اگر فکر کنید این عموما حرکت‌های بزرگمهر با قلابی عموما راست نمی‌بیاد. در اینجا باید پروکورور و مفتش و سودجه سواد کافی می‌داشتند که فهمند، شاید اونها هم داشته باشند کمی بیش، نه که از سببی که فرمان از بالا بود از داخل همون اعضای عائله امام علی رحمان بود اینا دیگر یگان علاج نداشتن و بزرگمهر رو همچون خلاب گرفته محبوسی کردن. حالا که مناسبت‌های میزاج و مناسبت‌های ادوکات این در اساس شرطنامه گراجدانی میرود مطابق کودکس گراجدانی این شرطنامه فرمایش نام دارد، یعنی که یک طرف فرمایش میدهد فلان کار رو اجرا کن و بعد عوضی او مبلغ میدهد. مثال شما اگر این خیلی شما هم دلخواه شهروند جمهوری تاجیکستان حالا میتواند که رئیس برق تاجیک رو همچون خلاب گفته بسودید یا که خود امام علی رحمان رو همتون میتونید بسودید. امام علی رحمان گفت خرید سهمیه گس میسازم با باوری ما در اومد پول گرفت گس تا آخرت تا همون وعده ساخترش در همون مهلتی که گفته بود چند بار به تأخیر انداخت نساخت حالا هم پورا ساختگی نیست. یا که ببینید شرطنامه برق میبندیم با همون کارخانه منطقوی برق تامین کنی مطابق همون شرطنامه باید مدت همون ساعت‌های معین با قوه معین به ما برق کرد
ما مبلغ میتیم ولی آنها نمیتونن هم کاری باید اجرا میشدگیشون رو آنها از طبق شرطنامه اجرا نمیکنن. در این حال یگان کس اینها رو خلاب نمیگوید. حالا اگر شما هم خلاب گفته نسبت امام علی رحمان یا نسبت رئیس برخی محلتون عریضه نویسین، عریضه شما رو اگر هم قبول هم کنند با طریق سودی گردنی بحث می شود. یعنی که نامطلوب اجرا کردن شرطنامه، کدام بندهای شرطنامه نامطلوب اجرا شده است و کدام قسمتی شرطنامه که اجرا شده است همون قدرش مبلغ ادوکات باید گیرد، باقی مانده را برگرداند. یعنی خلابی نیست. بزرگمهر یگان جا نرفته است مردم ها رو در کوچه ها و در بازار ها نگفته است که من شناس دارم بیاید پیش من با شما یاردم میرسونم همین قدر مبلغ دید. این از به همگان معلوم است. مثال درباره تقلبکاری یا آینامه تکنیکی автомашинаш رو بزرگمهر قلبکی کرده است. میبخشید بزرگمهر کی وقت دارد که آینامه همون شهادتنامه تخصصی ماشین خودش رو گرفته رود قلبکی کند و مبلغ همان شهادتنامه 10 سوم بوده است. بزرگمهر 10 سوم نداشته است که همه چیز کند. بزرگمهر یک شناسش میگه که در هممون همین کارو میکنن. باور کن همون پروکورور گنرالی ماشین اگر داشته باشد من 100% قسم میخورم که قسم به همه چی میخورم که یگان بار گیری رفتگی نیست و ماشینش را از تخصصات گذراندگی نیست. بله. آدم میره میفرستاند همین کارو بود که میگه. بزرگمهر میبیند شناسش سابق طلبهش میگه که استاد من همین کارو میکنم ماشین رو بزرگمهر میموند حجت رو میموند پول میتید میرود با فکر بیگونی یا که روز دیگر اومده ماشین رو میگیرد و اون تصور ندارد که در اینجا قلابی و تقلبکاری شدگی است. همین گپ هم میگوید. همین گپ در مرافع سودی گفت که مفتش و پروکورور این پرونده را شما 4 سال پیش دیده بودید. فلان مفتش پرونده رو رد کرد، گفت که در اینجا جنایت نیست از طرف بزرگمهر. همون حجت رو برداشته بیارید در همین سوجک بردگاه محاکمه کرد. یگان کس نآورد. دعوایی که یک زنک 15 سال پیش کردگی و مرافع سودی هم دیدگی، دادگاه اولی هم دیدگی، هم دیدگی حقیقتی حق بودن بزرگمهر برآمدگی هست با امضا و مهر تمام سودجه و پروکورور رو نمیدونم کی بود که ولی وقتی که بزرگمهر طلب میکنه که همون حجت رو بیارید یک بار در همجا محاکمه کنید در سود یگان کس نمیارن. یا اینکه تحقیر پرزیدنت مگر استعفای پرزیدنت هم تحقیر است. اگر میگم که امام علی رحمان خر است، احمق است، گاو است، فلان فلاس انا این تحقیر میشود. اگر همین خیلی گویم ولی فکر نکنید که من گفتم من ولی برادر جمشید جان اون طلب گفتن که این بزرگمهر یارو برادرتون در یک صحبتش گفته است که ادوکات از پرزیدنت بالا میایستد. بالاتر میایستد گفته است. بله بالاتر میایستد. مگر همین تحقیر است. پرزیدنت رو شما همون شهروند قبول میکند. همون شهروند همون آدمی که انتخابات میرود یکی از همون بزرگمهر است، یکی از همون انتخاب کننده ها، یعنی که کارفرمایان خود امام علی رحمان من هستم، شما هستید بابا جان و بزرگمهر هست. بزرگمهر ادوکات بود و در اونجا در مثال های دیگر آوردگی که من بیشتر به مردم عادی خدمت میرسونم نسبت به امام علی رحمان. میگوید شما میروید پیش امام علی رحمان عریضه مینویسید، آیا یگان تا شما جواب عریضه همون آدم رو گرفتید یا که نه شما پیش من میبینید من از ساعت 4-5 سحر تا 1 شب در خدمت شما هستم، کار میکنم. باور میکنید یک آدم دعوا کردگی نسبت بزرگمهر یاروف که فلان سومی منو گرفت و قلابی کرد و اینا جزاتید، وقتی که در مرافع سودی بزرگمهر میگه که تو در من یگان سوم دادگی نیستی، من در مرافع تو رفته به خاطر کیمچی رفته کارتا بود کردم، یک بانکا پویدلو و یک کدو تو در من دادگی هستی. بینید بزرگمهر به پول رفته بود برای خدمت کردن همون انسان. خیلی آدم از ناداروییش یگان چیز نداشت، همین قدر چیز داشته است. یک کدو داده است، یک پویدلو. بزرگمهر همون از خوجند با فکرم گرفته دوشنبه آورده است، مینتدار بود. تو گفته است همین قدر من دادگی بازی آمده از 2000 و 3000 گرد میزنی. بله و یک چیزی که دیگر گفتن تحقیری یعنی شما معتقدید که گپی بزرگمهر درست است که ادوکات از پرزیدنت بالاتر است؟ از چونین پرزیدنت همه ما و شما بالاتریم. پس می نویسه که جمشید یاروف
شهروند هر شهروند تاجیکستان از چنین پرزیدنت بالاتر است. بله پرزیدنتی که 100%. ما رو تلا میکند به جنایت، ما رو تلا میکند به دامن کرونا ویروس، برای یک لحظه تماشای کردن خودش، یک راحت کردنش. پرزیدنتی که ما رو برای طبابت ما همون دکترای بسوادی که سابق استودنت های در مارشیروفکا بودن، گفتی علیم شیرزمانوف رو پیشنهاد میکرد که همینوش ما رو طبابت کنن، ولی برای خودش دکتران از خارجه رو دعوت میکنن. پرزیدنت که درباره مهاجران عموما فکر نمیکند، پرزیدنتی که ولایت قانون رو بالا نگاه نمیدارد، پرزیدنتی که نه از روی ملکه و کسبیت آدم رو در وظیفه سیاست کادریش فساد و چی هست، پرزیدنتی که دولت کلیپتوکراتی ساخته است، دزدی، البته که از من پست است و فقط نوبش پرزیدنت است، ولی یگان لحظه یگان چیز از من بالاتر نیست. یعنی که از شما سلامت باشید. حالا یک چیز دیگر برادر، نه بگو. یک مسئله دیگر است. من میخواستم از جمشید بعضی مسائل رو پرسم. واقعا وقتی که با بزرگمهر بازداشت شد، جمشید در بر او بود، واقعا در همون شب و روز با بزرگمهر بود و همراه خاصیت خیلی زحمت میکشیدن برای هنگام بازداشت بزرگمهر. من میخواستم از جمشید در این باره بپرسم، در اون شب و روز تقریبا کسی آمادگی نداشت که از بزرگمهر حمایت کند. مثلا چی بود؟ چرا مردم از بزرگمهر حتی از همکسبای خودش حاضر نبودن که از او حمایت کنند؟ وقتی که بزرگمهر را بازداشت میکنن، تقریبا ساعتای 8-9 سحر آمده کارمندان اوباب. این حادثه بعد آن میشود که بزرگمهر روزی جمعه با فکرم بیگانی 25م و میخورد در سیزو، ما با زیر حمایه ها ما یکم بار بعد از 10 روز و میخوریم. من با محمد علی حید، بزرگمهر با سید عمر حسینی، و در همون لحظه میفهمیم که چه خیلی اونها رو بازداشت کردن. بزرگمهر همین رفتی بازداشت سید عمر حسینی رو گپ میزنند، در برای فشار و تعقیب و شکنجه ها و اون وعده هاشون رو گپ میزنند. و روز دوشنبه کارمندان اوباب روزی مبارزه بر ضد جنایت متشکل آمده غیر قانونی به پیشنهاد یگان حجت سودی اون اسنادهای اون شرطنامه‌های بستگی بین خشتبران اعضایان حزب نهضت اسلام و ادوکات‌هایی که در کلیگ ما کار میکنن گرفته میبرند. بعد از وقت ساعت 10 آمده بزرگ رو دعوت میکنن که همراه ما میروی برای یک صحبت، رو شفی ما دعوت دارد، بیا تیز رویم و وقت ندارد. همین خیل بعد از این بزرگمهر با اونا بفهماند که من حاضر هیچ جا نمیروم، برای که پیش من چقدر آدم آمادگی روز دوشنبه هست، آدم بسیار آمادگی، همه رو من جواب میتونم، بعد میروم. بعد وقتی که میگن که نرفتن در کار، بزرگمهر دمجم گپا میگه که من شاهد بودم در هم نزدش بودم. بزرگ میگه که همین امام رحمان اگر هم بیاید من زوره کند که رفتیم صحبت، من نمیروم، برای که این مردم از شهری توز اومده است، این از شهری نو اومده است، این از خوجند اومده است. من اینا رو وعده دادگی من کار اینا رو بود میکنم، گپ داشته باشم، بعد میروم صحبت کنیم. بعد بزرگمهر ساعت 2 میرود و در همین لحظه باز یک بار دیگه کارمندان اوباب اومدن، تمام اسنادایی که 2 ساله 3 ساله شرطنامه‌های بزرگمهر رو گرفته میبرند. در همین لحظه الکی تمام ادوکات‌ها یک ترس به میغلطند. بعد روزی دیگر هم اومده حجت‌ها رو میگیرن. یک روز حتی من در همین مدت دوم روز بود به فکرم، وقتی که کار اومدم در اون کارخونه در اومدم، دیدم یک 5-6 آدم بیگونه ایستاده، با مزاج مانند نیستن، مزاج کمتر سرش خم نه چیز میجوید. این گویا صاحب همین بینا آمادگی باشد. ده ما هم جدا اجاره بودیم، گویا صاحب همین بینا نه که یک کس نه 5-6 کس آمادگی هم خیلی با وقار خیلی گفتی اگر گروه برام شود گفتی رسو من تاسکه راه شده همین خیلی معلومه بوشونو از راهگردی همونو معلومه که در گوجه کار میکنن. آمدند از همه ادوکاتایی که در همونجا بودن این حال بیانات گرفته سوجان. شما چی مناسبت داره با بزرگمهر یاروف؟ کدام پرونده ها در شما بوده با بزرگمهر یاروف؟ نویسین چند سوم گرفت بزرگمهر یاروف، چند سوم شما گرفته، چند سوم از مزاج گرفته، چند سوم در
ва корхонатон споридед ана михел ҳамихел баъд вобаста ба парвандаи бузургмеҳри ёрус як фишори калон бар калеги адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сипар шуд. Тамоми гӯё адвокатҳо ба бозпурсӣ даъват мешуданд, тамоми парвандаҳои онҳо дида мешуд. Аз сабаби он ки дигар адвокатҳо бо мо соз гап намезаданд, барое ки бо онҳо гуфта буданд ки хатар дорад, бо мо гап задану на фақат дар бораи ҳимоя кардан, дар бораи гап задан, дар бораи ягон маслиҳат додан, ягон ҷо рафтан, онҳо на маслиҳат медоданду на гап мезаданду на ҳеҷ. Ман аниқ гуфтан метавонам ки бо нисбати чанд нафари дигар бо ҷурми қалобӣ парванда оғоз карда шудаасту мақомоти қудратӣ ӯ бо прокуратура намедонам МВД чанд қадар аз адвокатҳои бечора пул ситонданд. тарс ба вуҷуд овард, дуруст? тарс ба вуҷуд овардан бораи ҳамин мушкил буд адвокат ёфтан ки ҳимоя кунад. Бузургмеҳр ба ман ман ба иҷозат надода буд. Ман гирифта будам, ман ордер гирифта будам. Файзинисо Воҳидова чиз дошт, Бузургмеҳр як шогирд дошт, Раҳмонов Меҳрубон, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст, адвокат, бисёр шогирди дӯст медоштагиш, ҳамроҳаш кор мекард, аз ёшӣ аз ҷавониш тарбия кардаги буд. Гуфт ки ҳамин Раҳмонов Меҳрубона биёред. Вақте ки мо рафтем ордер гирифтем барои Раҳмонов Меҳрубон ки равем, Раҳмонов Меҳрубон гуфт ки ман намеравам, гурехтанӣ шуд. Ман вая қапидам, боз як ордера даром, боз як ордери дигар додем, маҷбурӣ вая гирифта бурдем ба бинои МВД буд он вақт Бузургмеҳр Ёров. Ман ва Меҳрубон даромадем. Бузургмеҳр гуфт ки ин парванда фазбинтар аст, ту ҳам парвандаи ҳизбиёро гирифта давом додан гир. Меҳрубон бас аст, гуфт кори мани Меҳрубон мебинад. Хайр, баъд моро ҳамчун моро ки рад кардан, намондан дигар дар утоқ шиштан, моро пеш кардан, мо баромадем дар берун бо хусусият интизор будем ки баъд як соат Раҳмонов Меҳрубон баромад, мо пурсидем чӣ шуд, гуфт ки дафш кун, ман намекунам ин корро, ман отказ кардам. Ман гуфтам охир мутобиқи қонун мо наметавонем отказ кунем, ё ҳам мо аввал мо отказ мекунем ҳуҷҷатро имзо накарда, ё ин ки вай одам бояд аз мо отказ кунад, яъне рад кунад намояндагии моро. Негуфт, ман гуфт отказ кардам, ман дар кор нест. охир гуфтам мутобиқи қонун хел намешавад ку. Ман гуфт хай фалон кардагии хел қонунҳоро ман дар зиндагӣ дар кор ман намекунам. анам хеле мушкил буд. баъд дар рафти тафтишот ба як азоб ёфтем як адвокате ки мардонавор хай корашро бурд. шогирди Бузургмеҳр нисбати вай ҳам фишор буд, нисбати вай ҳам гуфтанд чанд хел парванда оғоз мекунем, вале хушбахтона ягон парванда оғоз накардем, то охира чанд қай ки метавонист хизматашро кард. баъд дар мурофиаи судӣ аллакай вазминтар шуд ёфтани парванда, барое ки аз тарафи ҳукумат дар телевизион иро ҳамчун қалоб нишон додан, Бузургмеҳрро дар рӯзномаҳо мақолаҳо навистанд ки душмани халқ асту ин асту ин асту ин аст. барои ҳамин ҳама адвокатҳо аллакай аз тарс аз ҳимояи ӯ даст кашиданд ва дар охир мо муаззама қодир бар ёфтем ки то охир марҳилаи судиро бурд. пеш аз ин бояд адвокати дигар дошта бо номи Рустам, ҳамагӣ 15 дақиқа дар мурофиаи судӣ иштирок кард. 15 дақиқа. вақте ки мурофиа сар шуд, гуфт ки ман хоҳиш мекунам ки Бузургмеҳр гуноҳатро ба гардан гир, гуноҳат сабук мешавад. Бузургмеҳр ҳамун якум рӯзи мурофиа гуфт ки муҳтарам суд, ман дархост дорам мурофиа рӯзи дигар гузаронида шавад, чунки аз ин адвокат ман даст мекашам. ман ба адвокати хеле маслиҳат медода ки умуман дар кор нест. 15 дақиқа адвокат буд, ҳамун рафт. ман ҳамин қадар чиз буд. ҷамшидҷон, ҳоло дар бораи чӣ гуфтед? дар бораи таҳқири президент ки ҳамин гапш ки адвокат болотар аз президент меистад, ҳамин боис шуд ки ҳамчун таҳқир ба президент 3 соли дигар изофа кунад. як чизи дигар 3 соли дигар изофа кардан ба хотири як рубоӣ. дуруст аст? як рубоӣ, ҳамин рубоӣ ки бо ин дусе нодон ки чунон медонанд, аз ҷаҳл ки донои ҷаҳон эшонанд. хар бош ки ин ҷомеа аз фарқи харид, ҳар ки ӯ нахараст кофираш мекунад. барои ҳаминам оё ҳамин ҷа ягон чизи воқеан таҳқири нисбати ҳамун судя ҳаст ё нест? инҷа да судя фикр кардааст ки ноҳурматӣ нисбати судя ва таҳқири намояндаи ҳокимият гуфтанд. намояндаи ҳокимият
прокурора اینو حساب کردن، نمیدونم نماینده حکومت اجرایی است و نماینده حکومت قانونگذار است یا که سودی یا دولتی یا چی. پروکورور خیلی نماینده حکومت سودی نیست، نماینده حکومت وای نیست، قانونگذار در پارلمانت میشینه دیگه پروکورور. اجرایی باشد من نمیدونم که چی رو باید اجرا میکنه و فقط یک مقامات نظارتی است. بله. آیا چنین حساب میکنن که نماینده حکومت تحقیر کرده شد چون که اونا رو بزرگمرگ یا خر گفته است که شما خر هستید و در بین شما خران اگر ما که خر نباشیم کافر هستیم و برای همین شما برای سود میکنید. در اینجا من خودم رو نیز گناهکار حساب میکنم برای که همین سخنها رو بزرگمهر وابسته به بازداشت من کرد، وابسته به بازداشت من گفته بود که شما همین خیلی انسان‌هایی هستید که برای فشار آوردن برای ما برادران ما رو میگیرید محکم میکنید، نزدیکان ما رو میگیرید فشار میارید. من جمشید رو گفت شما گرفته با جرم فوش کردن سری دولتی بازداشت کردید. اگر آدم در حقیقت رو برای سوجه ایستاده و سوجه رو در رفت فعالیت کاریش تحقیر کرد، تحقیر سوجه میشود. در اینجا سوجه فکر کرده است که ناحرمتی نسبت او کرده است. البته که خیلی آدم جلاد خودش حرمت میکرده است، آدمی که غیر قانونی کار میکنه. مثال عادی میبیارم تون باز همون یکم روزی سودی، وقتی که بزرگمهر به همین سوجه گفت که شما حق من سود کردن نداری و همون لحظه اثبات هم کرد. وقتی که سوجه در مرافعه سودی از اول میپرسد که کی چی درخواست نیت دارد، سودشونده ها بزرگمهر یارو و نوردین محکمов برآمده میگن که ما درخواست داریم، کدام درخواستی رو قیلوه میکنن گپ میزنن و سوجه بعد از همین لحظه بعد از 1 دقیقه میخیزد میگه که سود به خانه مشورتی میرود و از جاش میخیزد. بزرگمهر میگه که میبخشه سوجه، این خیلی ممکن نیست، از روی قانون ما را سود کنید. شما مرافع سودی رو گذراندنش علاقه نشان دادید که اون تصور ندارید. پیش از اون که سود یا به خانه مشورتی رود برای بررسی کردن درخواست یگان سود شونده جبر دیده یا که یگان نماینده طرف‌های مرافعه باید حتما که فکر دیگر طرف رو پرسیده شود. باید فکر نوردین محکمов میپرسید، باید فکر جبر دیده ها رو میپرسید، جبر دیده در ناخونت من میگم، باید فکر پروکورور میپرسید، بعد مصلحت میکرد با اون دو مشورتچی که در گرد اطراف اون میشینن، بعد میبرامد این سخن میگفت که سود به خانه مشورتی میرود. از یکم لحظه مرافع سودی بزرگمهر اثبات کرد که سود به صلاحیت است. البته این خیلی سود یگان کس حرمت رو عزت نمیکند. بسیار خوب برادر جمشید درست گفتید. حالا در همین مسئله که حالا پرزیدنت گفتیم، اگر مثلا فردا بگویند که شما در همین برنامه بازچی گپ خودتان از پرزیدنت بالا دونستید و هر شهروند بالا دونستید، علیه شما یگان پرونده باز کنند، یعنی واکنش شما چی میباشه؟ آخه پرونده نسبت من باز کنند در تاجیکستان مرحمت باز کردن گیرند. خدا رو شکر حوزی من در اون تاجیکستانی فساد زده نیستم. انشالله وقتی که حکومت نو شود و حکومت یک عدالت خواه پیدا شود که حاکمیت ها تقسیم شوند و نوبسته از یک دیگر باشند و یک دیگر رو نظارت کرده تونند از یک دیگر در اون مورد دیگر خیلی سخن گفتن ممکن بود. ولی به هر حال با سوالش ما چنین جواب میتونم که اگر من رو گویم که برای چی تو خودت رو از پرزیدنت یا که بابا جان یا که محمود جان از پرزیدنت بالا دونستی، من میگم که در کجا نوشته شده است که پرزیدنت از من و بابا جان و محمود جان بالا است؟ در کجا هست؟ شما یک قانون دارید، قانون اساسگذار صلح و وحدت پیشوا نجات دهنده سیاره، در همون جا گفته شده است که یکمین پرزیدنت تاجیکستان انتخابات کمچی امامعلی رحمان اساسگذار صلح و وحدت اعتراف کرده می شود. ولی نگفته است که از همه شما او بالاتر است و حتی نام او رو از خود پس موندن این جنایت است. این جنایت نیست. آزادی فکر همین است. میبخشید امامعلی رحمان خودش اعتراف میکند که و همون مرکزی انتخاباتی جمهوری هم اعتراف میکنه که امامعلی رحمان رو 100% انتخاب کنندگان انتخاب نکردن به حیث پرزیدنت. 90 چند فایز بود، نمیدونم 80 چند فایز بود، گویا انتخاب کردن. یعنی که 13-10% دیگر هست کن و من از همون 10% هستم.
بابا میگن که من اعتراف ندارم تو را امام رحمان، تو از من پستر هستی، مقامت پست است، خودت پست هستی، فعالیتت پست است. حالا اگر شما کی در جریان همین بازداشت محاکمه بزرگمهر یارف بودید، همین اول به تقلب بازداشت کردن، ولی چی شد که بعضی دیگر پرونده های دیگر اتهامات علیه بزرگمهر یعنی زم کردن، در به او مثلا علیه او مطرح کردن؟ تمام حجت هایی که بزرگمهر در مدت همین 10-15 سال فعالیت کاریش بود در دست آنها بود و آنها با تمام میزاجان زنگ میزدن، یک خیلی تهدید میکردن، یک خیلی فریب میکردن، یک خیلی پول وعده میکردن. من میدونم یک کس اومد گفت که با من $7,000 وعده کردن که عریضه نویس که 7,000 قرضدار از بزرگمهر، انشالله همین یگان خانه شه یگان چه میفروشن پولت میگیرین. باید مرد گفت که من شرم داشتم نویسم، ولی هم بودن آدمایی که شرم نداشتن نویسن. مثلا یک نفر از خوجان ما در مرافعش اشتراک کردیم، من اشتراک کردم، بزرگمهر اشتراک کرد مرافع او با پروکراتورای ولایت سوخت بود، وایدی 500 تن 3 لیتر و این پرونده رو ما غالب شدیم، ولی در سود اومد گفت که اینو یگان کار نکردم. بزرگمهر عموما نرفت، بزرگمهر گفت که من قسمان من میرفتم، قسمان جمشید میرفت. نمیگم من جمشید نمیشناسم که، ولی من ندید که من زال در قفوش شیشتگی بعد گفتن که من جمشید نگفت من نمیشناسم. حالا که صورت این اتهامات همکاری با تروریستا و اینها هم اضافه شدن در چیش گویا؟ نه با تروریستان نه، دعوت های عمومی، دعوت های آشکارا و پنهانی برای برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی، سرنگون کردن حاکمیت ساخت کنستیتوسیونی، من این خیلی اتهامات بود با تروریستی یا که با یگان تشکیلات تروریستی، چون اتهامات نه مثلا با اینکه از مخالفین از نهضتی ها دفاع حمایت کرد اینم رب ندادن؟ نه این رب ندادن، نه که در مدت 3 روز به نهایت واضح کار کردن همه طرفه. علاقمندی او علاقمندی من با حادثه های 4 سپتامبر رو میگفتند، در کجا بودی، چی کار کردی، تلفن رو میسنجیدن، همه چیز. یکی یگان علاقمندی که نیافتن و بعد همون چیزی عمومی ده گذاشتن. چرا همه اکی جمشید جان، چرا همه اکی بزرگمهر میدونست ریسکش خیلی زیاد است از نهضتی ها دفاع کردن، حمایت کردن خیلی ریسک زیاد دارد، ولی چرا رفت؟ حالا برادر بابا جان هم سوال کردیم، یعنی همین آدمی پرینسیپ نوک ده، آدمی که پرینسیپ دارد، آدمی که نه یعنی احساس میکرد که همین ریسک هست، میکرد 100% احساس میکرد ریسک هست، نه که فکر کرده یک جمعه شهروندی میخیزد برای یردام میکند، مدد میرسوند، یا که جمعه از پشتی و گپ میزند، هم کوروناش فعال میشوند. اون چقدر دعوت کردیم که بیای مردم اقلا 1 روز یا که 2 روز عموما یگان ادوکات و کار نبراید برای رمز اعتراض، عموما کار نمیبرایم، سودها مونند بیکار. بیاین یک نامه نویسیم، بیاین یک نامه با سود نویسیم که همین شخص رو شما شرط نیست محکم کردن، رئیسی ما رو مثلا شما میگیرید 2 ماه محکم میکنید تا سر سود، با کفالت میتیم همین قدر آدم، همین 500-600 آدم کفالت میتیم که همین انسان نمیگریزد یک گنجه، حالا که همه حجتاش گرفتگی شما و نمیتونید یک گنجه برومتن تو سر سود یک گنجه نمیگیرد، یگون فشار نمیبرد، یگون شاهد یگون کسی دیگر، یگون دلیل را پنهان نمیکند، یگون کس نکرد، یگون کس. در همینجا بزرگمهر فریب خورد، تکیه به جامعه شهروندی داخلی تاجیکستان کرد و سبب دیومش که پرینسیپ نوک است. بعد از اونی که علاقه فهمید که از دست جامعه شهروندی تاجیکستان یگون کار نمیبید، وقتی که چند دفعه دیگه گفتن که عریضه نویس، من عریضه تیارم حتی هست، یعنی احتمال عفوش بود، احتمال عفوش بود، ولی روزی نشد، چون که با معلوماتی من حتی همون آدمی که کاغذ رو آورده است گفت که من عفو شوم، برای که ما رو بگناه شما شنوندید، من که برام با خود شما رو نسبت خود شما عریضه می نویسم، برای بگناه من شنوندم. شما پدرتون اکی روشن در یک نامه با پرزیدنت گفت که اونه که اومدن دوستان سرای من و یعنی حجت های دوستان سرا رو با خود بردن و یک
این رو تحقیر به خودم میشمارم. واقعا یک تحقیر نسبت همون، یعنی همین را چه شرم میدید؟ بله در اینجا پدر من فهمیدن ممکن، برای که وقتی که جناب امام علی رحمان به طرف ناحیه فیض‌آباد به طرف ناحیه اوبیگرم پرواز میکرد و میرفت، حتما پدر من گرفته میبود. این حال پدر من در قید حیات نیست، ولی در وقت زنده بودن در ناحیه اوبیگرم به نام او مکتب بود، به نام او مکتب بود و یک نماینده نمایان همین منطقه حساب میشه. و وی فکر هم کرد که امام علی که منو میشناسد با من هم صحبت بود، من نامه می نویسم تو اینکه اون سخنان دروغ و بافته های مفتش و پروکورور اینا رو گوش نکند، اقلا به گپ من دقت کنند. ولی هیهات گپ پاس همون بزرگ مهر شد، یگان نامه یگان نفر به دست امام علی رحمان عموما نمیرسد. همین فکر کرده میشد که امام علی رحمان فقط خوانده میتوند از روی کاغذ، ولی جواب نوشته نمیتونه. جواب باید یگان کس دیدگی هم نیست که و یگان کس جواب نوشته باشه. و در همون جا نوشته بود، گفت که همین تکرار نکنید همین سال 37. یک مسئله دیگر جمشید جان میخواستم بپرسم از قضیه سفر اون ادوکات های ترک و همراه دگیر خسابوف که با دوشنبه رفته بودن برای حمایت از بزرگمهر و دیگر زندانی ها، این چی اتفاق افتاد؟ چون شما بیشتر با اونها بودید، با اونها در تماس بودید. از سفری اونها پروکوراتور، از سفری اونها دگیر خسابوف و ادوکات ترکیه، پروکوراتور گنرالی چنان شرمنده شد، چنان با تعلقه افتاد که خود دگیر هم میگفت که من یکم بار دیدم که وقتی که ما با یک پروکوراتور گنرالی یک دولت میرویم، نماینده های پروکوراتور نمیدونند که چیکار کنند، از این کابینت به این کابینت میدوند، نمیدونند چیکار کنند. اونها حیران شدند که ما از کجا پیدا شدیم. و در اینجا وقتی که اینها میخواست، ما اینها رو واخوردیم با دگیر خسابوف، پیشوازش گرفتیم به مهمانخانه بردیم، در اونجا کمتر شهر دادیم وضعیت درباره بزرگمهر یاروف، درباره محبوسان حزب نهضت اسلام که چه خیلی حادثه شده است و کدام جرم ها خطی آنها بازداشت شدن و خواهش کردن که آنها رو با پروکوراتور گنرالی بریم. و پروکوراتور گنرالی ما آنها رو به نزدش بردیم و گفتیم که ما که درای ما رو اجازت نمیدیم که شما همچون خارجی یگان مانع می‌دارید، به مثل شهروندان جمهوری تاجیکستان شما ساعت‌های در پشت در پروکوراتور نمی‌ایستید. همین یک حجت جو که هم تلفظی گپ شما برای اونها بس که شما می‌دارید. در حقیقت در آمدن و بعدتر باز ما رو زنگ زدن که بعد یک ساعت پس یک نیم ساعت پس زنگ زدن که بیایید با هم مهمانخانه بیایید. گفتن ما اومدیم از پروکوراتور، وقتی که اومدیم گفتن که پروکوراتور شما عجیب بوده است، یگان که از خاطر ما گپ نمیزنه، اما از ما میگریزه، کسی را در کریدور میبینیم وای او چه گفته میگریخته است پروکورور، نمیدونید چی گویم. بعد در همینجا خیلی خودتون میدونید چی حادثه شد. باور بکنید مقامات تاجیکستان، حکومت تاجیکستان چنان با ترس و لرز آمد که یک نماینده از خارجی آمده همین حادثه را فحش میکند، حتی برقی بهمانخانه رو خاموش میکنن، نمیدونم میگن که پژار شده است چی شده است، همه رو میفرارن، اینا رو بازداشت میکنن و اینا رو هرچی تیزتر از تاجیکستان پیش میکنن، هم ادوکاتای ترک رو هم دگیر خسابوف رو، حتی گپ تو خود اردگان میرسد که از اونجا زنگ میزنن با امام علی رحمان که شما چیکار کرده اید، شهروندانی ما رو بازداشت کرده اید به هیچی، به یگون سبب. این از اون شهادت میده که با کدام درجه حکومت از فحش شدن یک جزئیات مایده ترین همین پرونده در ترسان بود. ببینید با خارجی ها چی کار میکنند، اکن خارجی که با پشتیبانی دارن، انا اکن با اون شهروندی که تاجیک است در تاجیکستان از پشتیبانیش خود همین گرگه ها هستن، دیگه چی کار کرده میشود؟ یک کس و یک جو شد، یگان کس نمیدوند. وابسته به همین کار ما را بازداشت کردن قطعی خاصیت، ما را گرفته بردن یک طرفی بستان سرایشون مهمانی، شما با اینو همکاری میکنید، من این فلان آدم از دلیگات همون ترکیه ها این اگنت سپیتسلوژبه ترکیه بوده است، من گفتم من نمیدونم اگنت سپیتسلوژبه چیز، من اینو فقط میشناسم. یکمش که من عموما دگیر خسابوف پیشواز گرفتگی خیلی قطعی یک جای شدن اینو ادوکات بودن
من اكو خیلی حجت هم نشون کرد من نفهمم در حجت چی نوشته که یکم که از شپیون و من حجت شپیونیش نشون نمیده که من شپیونی انگلیس که شپیونی ترکیه خیلی تحقیر و سوسو همین کاروبار شما خوین شما باید یکم کس دعوت نمیکردید شما باید پروکراتور نشون نمیدادید این پرونده باید همین خیلی خاموش شود و اون چیزی که ما میگیم همون ورسیه باید در جهان پهن شود که کی گناهگار است ابو جهل گناهگار است حزب نهضت اسلام گناهگار است یا که قلاب بزرگمهر ما چیزی گفتیم همون توخی است. بسیار خوب برادر جمشید جان. همین در مسئله همین زندانی ها خانواده شما از جمله خود شما خیلی فعال بودید و همچنین مادرتون به اخیراً یک نامه نوشت، پدرتون نوشت و خاصیت رفع مادر خیلی یعنی خانواده شما خیلی زحمت میکشد. مثلا همچنین خانواده اکر محمد علی، خانواده اکر رحمت الله یک نمونه از خانواده‌های فعال یعنی زندانیای سیاسی هستید. آیا تا حال خانواده همچون خانواده یعنی کوشش میکنن که برای مثلا سالی بزرگمهر یارف کم شود یا زودتر نجات بیاورد یعنی زودتر آزاد شود؟ خیلی کوشش میکنن. کوشش در چی از در سبوک حال در سبوک کردنی پس بزرگمهر سخن میرود و کوشش اساسی رو ما خرج میکنیم با برای کار با مقامات‌های بیرون از تاجیکستان، چون که از تاجیکستان از درون نتیجه هم نمیدهد. برای که یک فشار جدی به حکومت به خودی اعضای اویله امام علی رحمان خودی او رسانیده شود از جهت مثال من فکر نیت دارم از جهت سیاسی و از جهت اقتصادی است هم مهم است برای این اویله برای در رگهایشون خون نیست و در رگهای پول میگردد. اگر همه چیز قطع شود اینا به همه کار راضی میشوند. به همین راه ما سمت فعالیت پیش برده ایستادیم که فشارها از طرف تشکیلات‌های بین‌المللی، کورپوس‌های دیپلماتی و حکومت باید آزاد کردن بزرگمهر یارف زیادتر شوند برای که از داخل یگان نتیجه نمیدهد. داخل خودتون میدونید عریضه مینویسید عریضه شما کسی جواب نمیده. بسیار خوب. مسئله اینکه یک مسئله دیگر محمود جان یک لحظه اگر چون وقتم خیلی رفته است من میخواستم با جمشید به قضیه بعدی وارد شویم. مسئله اخوانی ها رو میبینید شما خواندید جمشید جان که جمشید جان که بابا جان دوستان اگر همین را خلاص کنیم بعد در اون قضیه بریم چی گفتید؟ یک سوال اخیر است. سوال دیگه درباره بزرگمهر که بعد اخوانی رو گذارید. من باید وقتی دورو خودم شده بعد من چیز میکنم. بله همین یک حالا من همین سوال اخیری من همین است که چی بود واقعا من حالا فکر ما چی کردم گم کردم. در عموم حالا یعنی برنامه شما این است که با همین سازمان‌های بین‌المللی دیگران برای آزادی و کوشش کنید. بله حالا همین مقصد است برای فشار آوردن به مقامات. یک راه هست اگر به واسطه به خود امام علی رحمان دسترسی باشد که به او فهمانیده شود. من باوری دارم که امام علی رحمان عموما قائم درباره قضیه بزرگمهر هم پروا ندارد، معلومات هم ندارد. به او پروکورور ژنرالی چیزی گفت همون را باور میکنند، به او شاهیان چیزی گفت همون را باور میکنند، یتیموف چیزی بافت وای باور میکنند و اینقدر وقت هم ندارد و که یک مسئله رو بیند. نجات دهنده سیاره فقط ممکن یگان کس فرمان دید که همین ساحه تو بین تمام من غم ندید. من وقتی با جزئیات داخل شدن و سنجیدن هم ندارم. اگر یگان به واسطه مسائل برادر جمشید مسائل سیاره خیلی زیاد است. مسائل سیاره خیلی زیاد است. گلوبال نیپاتیپلین هم میگن. من مثلا در جای ما اینقدر گرمی نبود، اینقدر گرم شده که این همین فکر دارد. من نمیدونم لیکن درباره تاجیکستان و فکر ندارد. درباره بزرگمهر عموما هم فکر هم ندارد. همین مسئله همین اخیرون سوال است. بعد به سوال برادر بابا جان میگذاریم.
بعد اگر یک دو سوال میتونید که بعد مثلا از پیش کار خودتان شین. همین سوال واقعا همین بازداشت و زندانی شدن اکای بزرگمهر همین دلالت از این همین یعنی نشان داد در دنیا که واقعا این سه شاخه حاکمیت از جمله همین سعودی آزاد نیستن. همین خیلی نیست، یعنی به شکل واضح نشان داد که دیگر همه کار از بالا است. مثلا اگر نهضتی ها رو میگفتن سیاستمدار اینا هستن یا اکای مثلا زید یا دیگر، ولی مسئله بزرگمهر خیلی واضح کرد که حتی اونها ادوکات و اینها رو مثلا هیچ چیز در تاجیکستان آزاد نیست، همه چیز از بالا میاد. همین خیلی نیست؟ بله همین خیلی است. هم از بالا فرمان با عجیبش که فرمانی که وزارت کارهای داخلی میده از خود وزیر کارهای داخلی نمیاد، از خصوص بچه های پرزیدنت یا یکی از دامادهای پرزیدنت فرمان با NVD میشود، NVD با اوباب فرمان میده، اوباب با اپراتیونیکو رفته به یگان اجازت، به یگان درخواست از سود، اجازت سودی کافت و کاپ بگذارونن، مصادره میکنن، اموال شما رو به حبس میگیرن، حجتایی که سری دولتی مهر سری دولتی دارن میگیرن، مثلا همون شرطنامه بین ادوکات و مزاج، این طبق قانون درباره سری دولتی بعد از طریق دولت حمایت کرده شود. هیچ کس حقوق ندارد که ادوکات رو پرسد که تو چند سال گرفتی، برای چی گرفتی، این آدم با تو چی گفت، و در حقیقت کشته است یا که نکشته است. این خیلی سوال عموما باید به ادوکات داده نشود. کفالت فعالیت ادوکاتی به صفر رسانیده شده است در تاجیکستان. برای همین ادوکات رو میدونن که کسی از پشتیبان آنها نیست. آنها میدونن که دانش هم در کار نیست در مرافعه سودی. چی اثبات کنی چی اثبات نکنی یگان کس به گفت گوش نمیکند. شکایت هم کنی باز پیشتر، اما که همون سودی که قرار رو برآورد در سودی زینه بالایی نشسته، در سودی عالی قراری عریضه شما رو رد میکند. شکایت کنی با پروکراتوره تقوی همون در همونجا شتگی است. یک حکومت اولادی از خودش به خودش شکایت کنی. همین وقتی شما زدگی حکومت هم. بله همین دو جایزه که گرفتید، جایزه بین‌المللی، یکی هما، یکی اون بانون رئیس جمهوری سابق چخیا گرفتید، اینا واتسلو هاول و این همینی اینا را گرفتید، این دو جایزه بین‌المللی. بله برادر کی چخیل بود واکنش اکای بزرگمهر چخیل بود وقتی این جایزه؟ البته خیلی خرسند شد باور کنید. بسیار خوب. برادر بابا جان فرمایید. من درباره اجازه یک دقیقه همین یک دو سوال درباره همین پرونده اخوانی ها پرسیم بعد اجازه خواهش. جمشید جان شما میدانید که همین پرونده اخوانی ها خیلی شد که مطرح هست، ولی درباره همین پرونده معلومات اصلا نشر نشده. شما در همین باره همین قضیه چی میدونید؟ واقعا چی است؟ و این یکون چی میگن دلیل های حکومت درباره همین پرونده چی باشد؟ شما یکون چی دلیل معلومات دارید؟ باور کنید ما را همین معلوماتی که شما داریم همین قدر داریم. یگانه منبع با اعتماد این همون خود ادوکات ها می باشند، یا اینکه سخنرانی ها یگان نماینده سود، پروکراتوره همین ها، ولی بسیارتر ما به ادوکات ها تکیه میکنیم. بینید که وقتی آخر چیزی گفتم عموما ادوکات ها به تماس نمیبرایند از ترسی که اونها رو نمیدونم اکستریمیست و تروریست و همچون مثل بابای دانه باریم گرفته حبس میکنن، یگان معلومات به ما پیشنهاد نمیکنن و میبینیم که خود حکومت هم چقدر که من ده ها بار گفتم حکومت پنهانکار، همه کارش پنهانی است. عموما نمیدونم شاید از اونی که خودشون میدونن بر علاقه جنایت صادر کردن و فوش نشود یگان معلومات پهن نمیکنن، یا که از بی‌سوادی که نمیدونن چه خیلی پهن کنن معلومات پهن نمیکنن که جامعه یگان خبری عمیق و دقیق رو ندارد. حالا که جامعه باید دانسته باشد که باید داند که در تاجیکستان چی رخ میدهد، آیا وضع در حقیقت هم بی خطر است، یگان تهدید از گروه های
نمیدونم اکستریمیستی و تروریستی اخوان المسلمین هست می در اونجا طالبان هست می با کی دیگر هست در حقیقت وجود دارد یا که نه. این یک بار دیگه باز شهادت از اون میدهد که آزادی سخن نیست، مانع شدن به فعالیت ژورنالیستان بر علا دیده بشود. برای همین یگان معلومات عمیق و دقیق که شما نداشته باشید ما نداریم. حتی از خانواده‌هاشون هم چیزی نفهمیدیم دوستی، حتی خانواده‌هاشون هم معلومات ندادن در این باره که برای که فریبشون میکنن که شما خب کنید، شما خب کنید میگن گپ نزنید، یگان علاقه در نبروید. با اگر شما علاقه به خارجه بروید، این یک بار دیگه با تصدیق میکنه که شما در حقیقت علاقه‌مندی دارید با تشکیلات اکستریمیستی تروریستی. برای که با حزب نهضت نماینده‌اش برآمدید گپ زدید، شما با نماینده پیمان ملی برآمدید گپ زدید و فرقش نیست که وای از نام حزب نهضت به شما مراجعت کرد یا که از نام شهروندی عادی، نه که شما رو باید میکنن فشار میارن و این آدما چون فشار آورده میشود که باور ممکن هر هفته اونها رو به هم خشتبوره شد، هر هفته به شعبه ها دعوت کرده، تلفن‌های اونها رو میسنجن، کجا زنگ زدید کجا زنگ نزدید، از بالای اینها همسایه هاشون هم میمونن که برای که نظارت کنن. این حادثه بر اویلای من که رخ دادگی است، من همین مثال شباهت به همون آورده است. وقتی که همسایه نظارت میکند که زنی من کجا میرود، کی میرود، با کی میرود، کدام ماشین با میشیند، وقتی که او رو به هیچ چیز دعوت میکنن بیو برای صحبت خود دوشنبه، حالا که شعبه همون کمیته دولتی امنیت ملی در شهر وحدت هست، برای چی نمیتونن سوال هاشون رو داده. این راههای فشار آوردن هستن. البته برای بعد این خیلی فشار آوردن و تهدید کردن و یک کس نمیخواهد که وضعیت خودش رو یا که وضعیت نزدیکش رو در داخل زندان وضع‌بین‌تر کند. همون 5 سال پیش شدن همون شکر میگم. حالا همین برادر بابا جان گفت ببینید عدد زندانیایی که بعد اتهام اخوانی است 119 نفر میگن، ولی واقعا خیلی زیاد است که از اینی که اعلام کردن. حتی بعضی از 500 زیاد میگوین. من چند نفر شخصا میشناسم که از این 115 نفر نیستند، ولی پیش از اینا 5 ساله اینو زندان شدگی هستند و اتهام همکاری با همینها، ولی با چندین نفر دیگر در بازداشت هستند. ببینید هیچ اویله همینها خبری نمیدهند، با مخالفین با رسانه ها با اینا صحبت نمیکنند. از نگاه قانون تاجیکستان آیا همین خانواده حق دارند که برای بیگناهی خویش تباشون سعی و کوشش کنند؟ البته یکمش که یک چیز فراموش نکنید، اون چیزی که در قانون معنی نشده است ممکن است. از همین نقطه شما نگاه کنید. اگر همین عمل، یعنی که حمایت نزدیکان خود در مرافعه‌های سودی، حمایت نزدیکان خود در واسطه اخبار عامه از یگان دعوا جنایت است گفتن نویسندگی باشد، این کارو نمیکنن. وقتی که درباره این سخن در یگان قانون است، یعنی که اجازه داده شده است. البته که هر یک کس حقوق دارد که حمایت کند و در اینجا یک چیز دیگه هم خیش تبارشون فراموش نکنند که آنها حقوق دارند که عموما نسبت خیش تبار خود بیانات ندهند. انا همین نقطه را مقامات قدرتی ما، نماینده مقامات قدرتی ما با خیش تبارا نمیفهمونند، تهدید میکنن، گپ زن، کجا رفت، چیکار کرد، جورش کی بود، کی اومد، چی اومد، از زنش میپرسن، از فرزندش میپرسن، از پدر و مادرش میپرسن. حالا که این آدما میتونن 100% خیزت بگن که من یگان چی درباره پسرم گپ نمیزنم. تمام قانون حق اجازه دادگی هست که من بر مقابل نزدیکی خیش تبار نزدیک خود نشان داد نمیتونم. تمام وظیفه اثبات کردن گناهکاری با ذمه شما از پروکورور مفتش. پول دولت میگیری، یعنی قش پول ما رو میگیری، زندگی تو پیش برده شده، اثبات کو. نه اینکه من نسبت خیش تبار خودم بیاناتیم. در همین حالت منطقاً که انسان باید که حمایت کنه. همین روحیه و همین ایدئولوژی را اگر ما شکنیم، باور کنید خیلی همین وضعیت حقوقی مردم دیگر خیلی میشه. وقتی که مردم نترسیده خسته با واسطه اخبار عمومی مستقل وضعیتشون گپ زنن، اون پرابلم‌ها رو گپ زنن، یک منبعی که نامش رو افشا نشود میخواد در رسانه‌ها و نامی منبع گفته شود فلانی همین خیلی گفت، فلان مفتش اومده همین خیلی گفت، من ایناش گفت که 20000 تا جوابش میتین، وایش گفت که خب کن
که در توپ میمونیم تا نامشون گویند جاهاشون گویند اتاقشون رو گپ زنن برای این یک کس در کار که اقلا یک حرکت کنه بعد یک کس دویم و سوم و چهارم بعد رفتن میگیره ولی برای باز همین یک شرایط دیگر در کار که وقتی که یک کس گفت جامعه شهروندی تاجیکستان اقلا هم داخل بوده همون رو حمایت کرده تونه این آزادی سخن بود هیچ نیست بیچاره یک کس میخواد مانند محمود اودینیف بحری حمایت حقوقهای خود و دیگران میگه که من نیت دارم میگه چگونه عریضه نیست میگه من نیت دارم که وای یک میتینگ و یک پیکت کنم او رو میگیرن محکم میکنن و همه تاجیکستان بودگی خب پس بعد این یکون کس واکنش نشانه میده و گپ هم نمیزنن من این رویه را شکستن در کار با اجازت شما سلامت باشید برادر جمشید جان امیدواریم که یکی بزرگمیر انشالله سالم و بردم برمیگردن انشالله به هر چیز زودتر نزد خانواده‌شان دعاگو هستیم و همه ملت تاجیک دعاگو هست برای اکی بزرگمیر برای اکی زید اکی سید عمر حسینی محمد علی حید محمد رضا اسکندرov ابراهیم اون دیگر مقصود ابراهیم و همه زندانیای سیاسی امیدواریم که خداوند بله خداوند همه اینها را زودتر سالم و صحت به نزد خانواده‌شان برگرداند دعاگو هستیم ان شاءالله برای شما بردباری و موفقیت خواهانیم برادر. تشکر زیاد برای دعوتتون تشکر زیاد برای تمنیات نیکتون تا بازدید خدا نگهدار زنده باشید خدا نگهدار برادر بابا جان حالا مثلا درباره اکی بزرگمیر هم خیلی صحبت کردیم درباره همین اخوانی ها من میخوام یک چیز که چند روز پیش یک منبع گفت که اکی دوملو اسماعیل همونی که داماد ستوره جانزاده ها هستن یک کمتر مشکلی گرده دارد یعنی گرده هاش مثل که پرابلم داشته است و در اون چیزایی که نگاه داشته میشده است اون در اونجا همون تریزه جای تریزه بود از خود تریزه موندگی نیست در زمستان همین سردی تهزک سر و این مشکلی گرده های این بیشتر شدگی هستند و واقعا هم مشکل دارد حالا از اکی اسماعیل خبر است ولی از اون چندین نفر یعنی صدها نفری که به همین اتهامات بازداشت شدن هیچ خبری نداریم واقعا هم وضعیت همین خیلی است ولی متاسفانه از کسی مثلا خانواده اونها خاموش هستند فقط یک منبع رسون که همین خیلی است ولی متاسفانه چرا گرد نمیزنن من حیران هستم مثلا عدد زندانی نظر اگر 200 نفر یا بیشتر از 200 نفر باشد و خیلی صدا شد خیلی مردم خستند ولی چرا من نمیفهمم در این مسئله ای که از بعضی بگوشتی بعضی برخی ها مثلا رسما 119 نفر و بعضی گفته ها از 500 نفر بازداشت کردگی هستند اینها خانواده اینها شخصیت های معروف بودن چرا به این حد خاموش است من راستی سبب نمیدونم شما چی فکر میکنید؟ با فکر منم بیشتر به اونها وعده میدهند و فکر میکنم که حاضر اکثریت اونها با امیدی هستند که در این عوفی به اصطلاح طلایی پیشوای خود خوانده اونها نجات می‌یابد خانواده هاشون و نزدیکاشون ولی من به این باور ندارم چون ما تجربه کردیم و در تجربه‌ای که در این چندین سال وجود داشت ما دیدیم که اونها جنایتکارا را نجات میدهند رها میکنند در این عفو و بخشش و گذشته که دارند همه اون نسبت اون جنایتکارا است ولی نسبت شخصانی که اهل علم باشند اهل دانش باشند اهل فرهنگ باشند چنین گذشت‌ها نخواهد شد ما این رو دیدیم در تجربه و در عمل دیدیم که چنین چیزها چگونه صورت گرفت این عفوها دزدهایی که جنایتکارا اون نارکوتیک فروشا و دیگرایی که بودن همونها نجات یافتند آزاد شدند با پول البته این هم یک وسیله پول جمع کنی بعضی ها هست به نام عوف و بعدا باز دوباره چی می شود یک گروه دیگر می آیند با چند وقت پس با این جنایتکارا باز دوباره جنایت صادر میکنند میرن با همون زندان و اینها دوباره باز به فکر این هستند که پول کار کنند از همین جنایتکارا که جای یک دزد رهزن است اونا را رها کنند ولی اینهایی که واقعا هم مردم اهل فرهنگ و اهل علم و اهل دانش هستند اینها اصلا
آزاد کرده نمیشوند. ما این را دیدیم تو امروز که کی آزاد شدن چنین افرادی. بسیار خوب. حالا شما میگید که اهل فرهنگ هستند، اهل دانش هستند و در اون 119 در پرونده و در اون خبری که درباره 119 نفر هستند اکثرشون پروفسورها هستند، استادای دانشگاه و متخصصان طب و در یعنی خیلی از و در عموم در نهادهای حکومتی کار میکنند. همین ها اصلا کی هستند؟ همین تا حال متاسفانه درباره همین نفرانی که به اتهام اخوانی زندانی شدند و بازداشت شدند حالا هیچ کسی نمیدونه اینها کی هستند. و خیلی که برادر کی هم گفت، برادر جمشید جان هم گفت که اون چند ادوکت ترک با همراهی دگیر خسته و وقتی که تاجیکستان رفتن در تهلکه افتاد، یعنی مقامات همون سعودی تاجیکستان که آشکار نشود و در همین مثلا حالا گفتن که اخوانی، ولی همین ها را حالا تا حال نه جامعه جهانی نه در داخل هیچ کس نمیدوند که اینها مثلا درباره اینها معلومات واقعا کم است. اصلا به نظر شما همین اونایی که به اتهام اخوانی بازداشت و زندانی شدن کیها هستند؟ ببینید محمود جان، من یک فکر میکنم که اینا یک چون مردم تاجیک معمولا مردم علم دوست و فرهنگ دوست و مردم دین دوست هستند. یک در هر جایی میتوانند مثلا یک نفر اگر اهل علم بیاید با اونها یک حلقه درسی و درباره علم صحبت کند، از فرهنگ صحبت کند، اونها با اون به اصطلاح در اطراف اون جمع میشوند، مینشینند، دنبال علم میروند و این فکر میکنم یک چنین نشست ها و صحبت های بین همین افراد وجود داشت، ولی به شکلی که اونها بدونن که یک حرکتی هست به نام اخوان و اونها شامل این حرکت هستن، من فکر نمیکنم چنین وجود داشته باشد. ولی به عنوان یک گروهی مثلا فرهنگی، علم دوست، فرهنگ دوست، چگونه که ما و شما میدونیم وقتی که در مثلا یک دومولو در دهه در جای میرود، همه اطراف او جمع میشوند، با او صحبت میکنن، از صحبتاش گوش میکنن، با صحبتاش با او هم چی میگن دوستی میکنن، میخوان با او رابطه بیشتر داشته باشن و به خصوص در شرایطی که حکومت امروزه تاجیکستان با این دیکتاتوری خودش به وجود آورد و تمامی به اصطلاح دنباله‌های معروف رو از صحنه بیرون کرد و مردم دیدن که یک گروه وقتی یک جوان از مثلا با خبر از هم علوم دنیوی هست و هم علم دینی میرود در یک جا صحبت میکنن، مردم اطراف او جمع میشوند، با او صحبت میکنن، چی در دانشگاه باشد، چی در بیرون از دانشگاه باشد، در جاهای دیگر باشد. و من فکر میکنم که همچنین یک چیزایی با وجود آمده بود بین بعضی گروه ها، بعضی جوانایی بودن که واقعا اونها با سیاست کاری نداشتن، اونها فقط میخواستن یک اصلاحات علمی و فرهنگی در جامعه راه اندازی شود و یک چنین فکرایی داشتن، ولی از یک وجود یک چنین حرکت در که مثلا باید باشد من فکر نمیکنم که این واقعیت داشته باشد. ولی چون همچنین یک گروه های به اصطلاح زیایی، دین دوست، فرهنگ دوست و اینها بودن که من فکر میکنم به شکل در جامعه وجود داشتن و ما شما هم میدونیم که در بعضی حالت ها حتی از همین گروه ها با نهضت هم مخالفت میکردن و اعتراض هایی میکردن که با بعضی از فعالیت های ما و شما که مثلا این اشتباه هست یا این چنین نیست یا چنین نباید باشد و مردم رو هم حتی به شکل دیگر با مردم صحبت میکردن. ولی در واقع همچنین یک چنین به یک شکل منظم و سازمان یافته که باید یک حرکتی خاصی باشد، من فکر نمیکنم چنین چیزی وجود داشته باشد. برادر بابا جان، 2015 وقتی حزب نهضت اسلامی رو بازداشت کردن، یعنی ممنوع اعلام کردن و اکثری رهبریش بازداشت کردن و بعضی از جمله رئیس حزب و شما و دیگران بیرون از تاجیکستان شدید و از اون قضیه نهضت در داخل که سرکوب شد دفاع کردید و سازمان‌های بین‌المللی رسوندید و تا حدی که بیش از 10 نفر از اعضای بازداشت شده را گروه کاری سازمان ملل بیگناه ثابت کرد. همه اینها شدن در تاجیکستان، یعنی نهضت کرد. آیا باور دارید که از این گروه هم چند نفر هم احتمالاً یعنی بیرون شده است؟
چرا از اونها هیچ خبری نیست درباره همین گروه، درباره کیها هستند، اینها چی میخواهند، درباره همینها تا حال کسی پیدا نشده است که بگوید، مردم بدونن که کیان چیان. و شما باور دارید که در آینده چنین شخصیت ها بیرون میشوند و میگویند کیها هستند؟ باور کنید محمود جان در این وضعیت وقتی میبینم حتی خانواده های اونها حاضر نیستن از نزدیکان از پیوندان خودشون حمایت کنن، دشوار است چیزی گفتن در این وضعیت. من وقتی که ما به اصطلاح از حزب نهضت دفاع کردیم، معرفی کردیم به این سازمان، به اون سازمان، به هر جایی که میتوانستیم مراجعت کردیم، معرفی کردیم، یک شکل مردم آگاه شد. ولی اگر مردم از این مصیبت کلانی که بالای اینها آوردگان، یک گروه مثلا کلانی از مردم زیایی هستند، مردمی که اصلا با علم و با فرهنگ سر و کار داشتند، اصلا استاد دانشگاه نمیدونن، این اگر مردم از این آگاه شود، میدونید وضعیت چگونه میشود. وضعیت حتی مردم در داخل کشور نگاهش به حکومت، به دیگران تغییر میکند. ولی اینها در یک ترس، وحشت، رکود اینقدر فرو رفتگی هستند که حتی نمیخوان از پدر و برادر خودشون حمایت کنند. بعضی متاسفانه از ترس. ولی اگر اینها کم جرأت به خرج بتیان، حالا میگن بعضیاش دلیل میارن که اگر اونها یک حرف بزنن، یک گپی بگن، شاید که وضعیتشون بدتر میشود. یا مثلا دیگر چی بدتر میشود؟ آیا از 20 سال بیشتر یک نفر از زندان کردن بدتر از این دیگر چیزی به بروش میآید؟ یا اینکه اینها فقط منتظر رحم و شفقت پیشواشون هستند؟ متاسفانه تا حال پیشوایی که میبرد زندان میکنند، اینها باید از اون زاره کنند، تولا کنند، بخشش پرسند و هزار نغمه دیگر کنند و بروند در روسیه و در دیگر جاها کار کنند، مثل غلام زحمت بکشند و برای اونها پول بفرستند تا که بعد اون زندانیشون آزاد شود. ولی برای یک حرف گفتن در مقابل اونها یا معرفی کردن پدر و مادرشون، برادرشون، اینها از زحمت نمیکشن، به خودشون این جرأت نمیتیان. متاسفانه. یا اینکه فکر میکنن که از این بدتر میشود. دیگه چی بدتر میشود؟ من حیرانم. باور کنید. ببینید وقتی که 1.5 سال طول کشید همین پرونده از بازداشت تا روز اعلان حکم، در همین 1.5 سال اونها میگفتن ما خاموش بیستیم. خیلی که برادر جمشید هم گفت، حکومت میگفت چون که خاموش بیستیم، ما اینا را حکم کمتر میدیم، آزاد میشن یا در عفو میبرایند و دیگر. ولی تا حال نشد. شاید تا حال باز یگان امید دارن که عفو میشیده باشن، یگان چیز همین خیلی نیست. بله متاسفانه همین است. متاسفانه همین است. بازم پیام حکومت در مقابل اینها عین همون قضیه چی میگن سبزی و عصا است، از همون استفاده میکنن. در مقابل اینها از همین وسیله، از همین راه استفاده کرده است. با اونها از یک طرف میگه که این سبزی مثلا ما با شما در عوف فرصت میتیم، اینا عوف میشوند، اینا میبراین، این طور میشود. از طرف دیگر اصل اگر کمترین چیز کردید ما اینها را این خیل میکنیم، فشار میاریم، اینا زندان چی میشوند، دیگه چی دارن من نمیفهمم. به همین خاطر اینها با همین وسیله، با همین طریق ادامه یافتن میگیرد و اون نزدیکاشون در زندان میپوسن متاسفانه. ولی اینها دست به پیشی بر در منتظر ولی دلیل میارن که نه شما نهضتی ها وقتی که صدا بلند کردید چی فایده دیدید؟ چی فایده دیدیم؟ آیا این بیداریه که امروز در کشور وجود دارد، امروز در اون شب و روزی که ما نهضتی ها صدا بلند کردیم چند نفر بودیم؟ کی بود در فضای مجازی؟ کی بود با ما هم صدایی میکرد؟ ولی امروز چی؟ حاضر میبینید که در هر برنامه ما و شما، حتی در برنامه‌های دوستان دیگر، مردم خودشون وارد میشوند، با چهره، با صدا، با همه چی وارد میشوند، صحبت میکنن. این مگر کم است؟ و اگر اونها هم بیاین مطرح کنن قضیه ها را، بیشتر مردم را آگاه کنن، آیا فکر نمیکنن که مردم بیداری مردم بیشتر میشود و حکومت مجبور میشود که در مقابل چنین دیگر با چنین جنایتکاری دست نزند، حداقل دست از این جنایتکاری، از این ظلمش بردارد؟ و چی میشود که در مقابل ظلم ساکت نشستن مگر تایید ظلم نیست؟ این واقعا من نمیفهمم دیگر این منطق رو.
و حتی هیچ سازمان تا حال درباره اونها از اونها حمایت نکرده است، ولی سازمان بین المللی دیگر و دیگر متاسفانه، زیرا هیچ که نمیشناسن اونها کی هستن. ما و شما که هموطن دوستانی اونها هستیم، از بیش خیلی از اونها رو دوستانش میشناسیم، هیچی درباره‌شون نمیدونیم، معلومات نداریم. سازمان از کجا معلومات پیدا کند؟ وقتی جمشید میگه که ما هیچی معلومات نداریم، یک سازمان دیگر از کجا معلومات پیدا کند؟ یک آدم زنده لازم که با سازمان‌های معلومات ها رو جمع کند، برساند، بگه که حداقل ببینید شما محمود جان، ما میدونیم که در بین اونها دکتر هست، ما میدونیم که مهندس هست، ما میدونیم که نامزدای علم خیلی زیاده، استادان دانشگاه خیلی زیاده، کسان خیلی اینها، ولی دیگران نمیدونند. هیچ سازمان، مردم نمیدونند. چرا؟ چون که این متاسفانه دوستان و خانواده اونها در حق اونها ظلم میکنند. همین حالا هم در حق اون زندانیایی که در زندانند، واقعا از طرف انا همین دوستان و خانواده هاشون ظلم میشود که به مردم معرفی نمیکنند که در اون زندان امروز کی نشسته است. اگر مردم بداند که در اون زندان ها کی نشستن، حداقل شاید که در یک جای، در یک روزی به درد مردم میخورد و از اونها حمایت میکنند. ولی اگر کسی نمیداند، شما در کجا، شما با ساکت نشستن در یک جا از مردم شکایت کرده میتونید؟ از سازمان ها شکایت کرده میتونید؟ نمیشود. با این شاید دلیل بیارن که اگر همین کمتر ما آواز میبردیم، حکم ها علیه اونها بیشتر و سنگین تر میشه. و مثلا شما همین داملو اسماعیل چقدر زندانی شده است؟ چند سال گرفته است؟ شما میدونید؟ 20 چند سال، 22 سال، 20 چند سال. از این بیشتر چی میشد براش؟ اگر یک خانواده اون بیاید در یک رسانه درباره اون معلومات بتید، آشکارا بگد که پدرش کی است، بگد که یک استاد دانشگاه بین المللی، یک شخصیت بسیار فرهیخته اون معرفی کنه، دربارهش معلومات بتید، مگر از این بیشتر میشود سالش؟ چی میشود مثلا؟ یا دیگراش هم باشد. چی میشود اگر بدونن که مثلا نمیدونم، حالا یکی از اون استادان دانشگاه که یا یکی از اون دکترهایی که در بیمارستان مدگرداک دکتر قلب یک نفر بازداشت شده است، ما دربارش معلومات نداریم، فقط میدونیم که دکتر قلب است. متاسفانه دربارش هیچ معلومات دیگر زیادتر نداریم که به مردم برسونیم، که بگویم بفهم مردم بدونن که امروز حکومت کیها را زندانی کرده است و کیها در پشت زندان ها نشستند. و این واقعا اگر این چهره واقعی حکومت رو به مردم معرفی میکنه، اگر اینو معرفی شون به جامعه، ولی ما همین قدر معلومات داریم. اگر اونا مردم اون رو بشناسن چی میشود؟ دیگر از این بیشتر به سرش چی میاد؟ ولی متاسفانه نمیدونم. توصیه‌تون چیه؟ من پیشتر هم گفته بودم، حالا هم میگویم که خوب میشود این خانواده ها و نزدیکان و دوستانشون بیاین و اونها رو معرفی کنن، حداقل معلومات ها رو به ما بفرستن. معلومات ها درباره اونها به رسانه ها بفرستند، بتیان به رسانه ها که بدونن رسانه ها که در اون زندان ها کیها نشستند، برای چی اتهام و اونها کی هستند. واقعا اگر بدونند همین مردم که این 100 نفر فقط استاد دانشگاه و دکتر و مهندس و نامزد علم و اینها از طرف حکومت زندان شدن، چهره واقعی حکومت معلوم می شود به جامعه. ولی چرا نمیخواهند؟ من حیرانم واقعا. از همه برادران و خواهران و نزدیکان همین برادران زندانی خواهش میکنیم که التماس خاموش نیستند. همون چیزی که شما 1.5 سال صبر کردید که اینا شما را فریب دادن که شما خاموش بیستید، بی‌طرف باشید، ما که اینا را سالهای کمتر میدهیم و زود در یگان آزاد میشن، ولی به سالهای سنگین زیاد دادند و امروز دیگر راه نیست جز اینکه صدا بلند کنید، جز اینکه صحبت کنید، جز اینکه اینها را حداقل چند نفر پیدا شود که اینها را معرفی کند که اینها کی هستند. از همه خویشاوندان، برادران، اونهایی که دلشون برای همین زندانی ها میتپد خواهش میکنیم که خاموش نیستن، بگن، صحبت بکنن، معلومات بفرستن. همون طوری که معلومات یافتیم که داملو اسماعیل از مثلا مشکلی گرده رنج میبرد و واقعا رنج میبرد و از همین جهت ما اعلام کردیم، میگیم رسانه‌ای میشود و این بهترین است و باید همین کار بیشتر فعال باشیم و هر قدری که معلومات درباره اونها باشد بفهمید که به فایده اونها است و هر قدر معلومات کمتر باشد به ضرر است. برای همین خواهش میکنیم که از همه برادران
بخصوص برادرایی که بیرون از تاجیکستان هستند و دوست رفیقای اونها هستند، بگذار یک چند نفر برایت اونها را معرفی کند که اونها کی هستند، خیلی خوب می شود. اگر برادر بابا جان یگان صحبت دیگر داشته باشید بفرمایید، وگرنه 1 ساعت و 25 دقیقه شد دیگر به اخیر برنامه اومده استین، برنامه رو جمع بست کنیم. دیگر راستی چیزی گفتنم نمونده است محمود جان در این زمینه، ولی منم بار دیگر از تمامی دوستانی که با این گروه از مردم فرهنگی، با این شخصانی که واقعا در زمینه علمی و فرهنگی فعال بودند و زحمت میکشیدند، یک رابطه های دارید و از اونها آگاهی دارید، این معلومات ها رو بفرستید به رسانه ها، بروید رسانه‌ای کنید، صحبت کنید در برنامه های مختلف و نگذارید که چنین شخصیت ها در زندان ناآگاه به اصطلاح آرامانه و بدون هیچ سر و صدای، بدون یگان معرفی خاصی از بین بروند و کار کنید که مردم آگاه شوند. مطمئن باشید اگر امروز مردم از وجود آنها در زندان ها آگاه شوند، مردم نسبت به این حکومت اعتمادش کمتر می شود، دوباره مردم برمیخیزد، حداقل برای یک مردم برمیخیزد از حقوق خودش طلب کند. مردم باور میکند که این حکومت ظالم است. وقتی یک ظالم بودنش ثابت شد برای مردم، طبیعی است که مردم برمیخیزد که اون ظلم رو از سرش ساقط کند. همین ضحاک هم اگر شما یاد داشته باشید در شاهنامه اگر نگاه کنید، وقتی که چندین مردم رو ظلم میکرد، همه جوانها رو به چنین شکل میومد از بین میبرد و مغزی اونها رو به ماراش میداد، بالاخره مردم خسته شدن از چنین کاری و وقتی که کاوه سر بلند کرد، دیگر مردم هم با او همراه شدن. و حالا شما بیاید دوستان از همون کاوه باشید، بیاید پیروی کاوه شوید و شاید که مردم دیگر هم با شما همراه میشوند و از این ضحاک و ماراش ما به یک بارگی نجات می‌یابیم. شما از این حداقل به این چیز فکر کنید و امیدوارم که همه این دوستان خوب درک میکنن که مبارزه با ظلم چی است و سکوت در برابر ظلم چی مسئولیتی دارد. من امیدوارم که به این مسئله فکر میکنن و درک میکنن. انشاءالله امیدوارم که همه زندانهای تاجیکستان، زندانیهای سیاسی تاجیکستان هر چه زودتر انشاءالله آزاد شوند و امیدوارم که این حکومت ظالم و یعنی خودکامه زودتر سقوط کند و یک حکومت تغییر یابد، یک حکومت امان دموکراتی شود که خداوند دیگر هیچگاه این ملت این خیلی روزای سخت را نبیند. یک بار دیگه از یک شما که با ما بودید تشکر میکنم، از برادر بابا جان و پیش از اون برادر که برادر جمشید جان یاروف بودن، از اون و دیگر همه برادران خواهرانی که با ما بودن تشکر میکنیم. تا هفته آینده خدا یار و مددگارتون. سلامت باشید برادر بابا جان. سلامت.